سلام خدمت دخترای گل، در خدمتتون هستم با این عروسکای تق‌تقی. میخوایم اینو با هم ببافیم. تو طرح‌ها و رنگ‌های مختلف میتونین ببافیم. ببینید حالا من اینجا 2 تا طرحشو بافتم. میبافیم و شما به هر شکلی که دوست داشته باشین میتونین تزیینش کنین. ابتدا حلقه جادویی میزنیم و داخل این حلقه 6 تا پایه کوتاه، 2 3 4 5 و 6 حلقه رو میکشیم و جمع میکنیم. ببینید از پایه اول شروع میکنیم. این پایه اولمونه، شروع میکنیم. پایه اول رو از حلقه پشتی ببافین. تو عروسک بافی این ترفند باعث میشه که اون ابتدای کارتون به حالت یه برجستگی در نیاد. پس این رج باید هر پایه رو، هر گندمی از این گندمی ها رو 2 تا پایه کوتاه داخلش ببافیم. یعنی 6 تا پایه داشتیم، باید الان تو این رج 12 تا پایه داشته باشیم. پس گفتم فقط پایه اول، پایه های بعدی رو کل گندمی رو میگیریم، فقط پایه اولش رو از لپ پشتی میگیریم و میبافیم که باعث برجستگی اون اول کارمون نشه. تو کلا تو عروسک بافی این ترفند رو رعایت کنین، اون حال اول کارتون به صورت برجسته در نمیاد. خب حالا بقیه پایه ها رو ببینیم. من 2 تا لپش و گندمی رو کامل میگیرم میبافم. پس تو هر پایه 2 تا پایه میبافیم که این رج 12 تا پایه کوتاه داریم. و اینم پایه آخرش که این پایه 12 تا، این رج 12 تا پایه دارم. حالا رج بعد خب ببینید رج بعد من یه نخ نشانگر ابتدای کارم میذارم و رج بعد یه دونه پایه تک میزنیم، یه دونه افزایش میدیم. مجدد یه دونه تک، یه دونه افزایش یعنی تو یه پایه 2 تا پایه میبافیم تا آخر رج. به همین صورت این رج باید 18 تا پایه داشته باشیم. یه دونه تک، یه دونه افزایش، یه دونه تک، یه دونه افزایش. ببینید این آخریشم بر من. خب ببینید باید تو این رج 18 تا پایه داشته باشیم. این 18 تا پایه رو دیگه ثابت میبافیم تا به، ببینید داخل اینا این چیزی که این تو داره صدا میکنه از این گیرهای تق‌تقیه. خب باید تقریبا به اندازه این گیرتون، به بلندی این گیرتون
این 18 تا پایه رو همینجوری ساده ببافیم بالا برین به ارتفاع این گیرتون. ببینید یه کوچولو از هر طرف اون قسمتی که جمع شده یه ذره، حالا من گیره هایی که این داخل گذاشتم یه ذره بزرگتره. ببینید این گیره ها تو سایزهای مختلفی هست، الان این خیلی کوچیک‌تر از اینه دیگه. به ارتفاع این گیرتون باید شما ببافین. این 18 تا پایه رو ساده بافی کنین به ارتفاع اون گیره‌ای که دارین. این قسمت رو دیگه توضیح خاصی نداره و باید همینجوری ساده بافی بشه تا آخر کار. فقط این نخی که اول حلقه جادویی از حلقه جادویی مونده اینو محکم کاری کنین که کارتون از اینجا باز نشه. گره بزنین و یکی دو تا بست از لابلای کامواتون بافتتون ببرین و محکم کاری کنین. خب بریم این ساده بافی رو انجام بدیم، بیایم برای کارهای بعدیش. خب ببینید بچه ها، من اینو به اون ارتفاعی که لازم بود بافتم و این گیر تق رو داخلش میذارم. ببینید حالا من برای این عروسک انتهاشو به حالت ساده رو هم گذاشتم و بستمش، یعنی از دو طرف گرفتم و به این صورت. ببینید از این گندمی سمت خودم یه دونه گرفتم، از گندمی سمت مقابلم یه دونه و آوردم و پای کوتاه زدم. از گندمی سمت خودم یه دونه، از سمت مقابل یه دونه و آوردم پای کوتاه زدم. به همین صورت تا آخر اینو به این صورت میبندیم. ببینید به این صورت میبندیم تا آخر. حالا برای خیار که ببینید حالت جمع اومده بالا، اینو به این صورت جمعش میکنیم. اینو اگه میخواین عروسک به این شکل درست کنین اینجوری ببندین، اینجوری که الان توضیح دادم. ولی اگه میخواین مثل این خیار ببافین، ببینید اون قسمت افزایشیامون تا یه پایه یه افزایش دادیم دیگه. اینجا یه پایه میبافیم، یه دونه کاهش میدیم، یه دونه تک میبافیم و یه دونه به این صورت. نگاه کنین کاهشی به این صورته. یه لپ جلویی از یه پایه رو میگیریم، باز پایه دوم لپ جلوییشو میگیریم، میاریم نخ از داخل دوتا رد میکنیم و به صورت پایه کوتاه میبافیمش. بعدی رو تک میبافیم، باز بعدی رو کاهش میدیم از لپ جلویی پایه اول و لپ جلویی پایه دوم میگیریم، نخ از دوتاش رد میکنیم و میاریم یکی میکنیم. به همین صورت تا آخر انجام میدیم که باید تو این رج 12 تا پایه داشته باشیم. به این صورت. و رج بعدی دوتا کاهش میدیم. ببینید یه ذره جمع شد. باز این رج ببینید به این صورت دوتا دیگه تک نداریم، دوتا کم میکنیم تا تو این رج 6 تا پایه داشته باشیم.
ببینید جمع شد. این نخش رو یه ذره بلندتر قطع میکنیم و لابلای این با نخ و سوزن لابلای این میبریم و این پایه ها و کار رو جمع میکنیم و به این صورت این حالت خیار به دست میاد. خب بچه ببینید من پایینش رو اینجوری به حالت ساده بستم که میخوام اینو یه دونه آدم برفی درست کنم. یک کلاه میخوام واسش ببافم، حلقه جادویی و 2 3 4 5 و 6 تا پایه کوتاه داخلش و از پایه اولش بست میزنم 2 تا زنجیره و یه دونه پایه متوسط یا میتونین با پایه بلندم ببافین. هر کدوم از پایه ها رو 2 تا پایه متوسط یا بلند میزنیم. اینو میخوایم برای کلاه آدم برفیمون ببافیم. خب به ابتدای کار بست میزنیم، مجدد 2 تا زنجیره و از پایه بعدی شروع میکنیم به 2 تا یه زنجیره میزنیم، پایه بعدی 2 تا پایه متوسط، پایه بعدی یه پایه متوسط، پایه بعدی باز 2 تا پایه متوسط، بعدی یه پایه، یکی در میان افزایش میدیم تا آخر رج. به این صورت تا آخر رج. خب و باز به این 2 تا زنجیری که داشتیم بست میزنیم. به این صورت کلاهمون در میاد. خب برای اینکه حاشیه کارمون قشنگتر در بیاد، یک رجم از لپ پشتی پای کوتاه ساده میزنیم. حالا شما میتونین هر حاشیه دیگه‌ای که برای کلاهتون میخواین ببافین. حاشیه به این صورت در میاد. ببینید ببافید تا آخر و دیگه کلاه تمومه. میتونین یه پمپم کوچولو هم برای بالای کلاه درست کنین و بهش وصل کنین. کلاهش رو بافتیم. برای شال گردنش هم به اندازه دور گردن عروسک زنجیره ساده میزنیم و دور گردنش میبندیم. حالا دیگه زنجیره ها رو نمیخواد بشماریم، دور تا دور گردن این عروسک رو به این صورت اندازه میزنیم، زنجیره میزنیم و یک چند تا زنجیره اضافه هم میبافیم برای اون گرهی که باید رو شال گردن بزنیم، ببافیم اینا. خب ببینید بچه ها شال و کلاهش رو بافتیم. حالا یا با نخ و سوزن بدوزین یا با چسب بچسبونین. اینم که گره میخوره رو کار. و حالا میمونه نگاه کنین دیگه چشماش و دماغش و حالا هر تزیین دیگه ای که شما میخواین رو کارتون داشته باشین
با نخ و سوزن میتونین ایجاد کنین. حالا میتونین از چشم‌های که آماده هستم استفاده کنین، ولی ببینید چون این دیگه یک حالت بازیه، یه عروسک بازیه، به نظر من چشمای آماده اگه بچسبونیم یا چیز کنیم کنده میشه. بهتره که با نخ و سوزن انجام بدیم. حالا من چشماشو واسهتون کوک میزنم که ببینید به چه صورته. ببینید به همین حالت ساده با فاصله دو سه تا پایه از هم، هر کدوم 2 تا 3 تا کوک کوچولو میزنیم و چشماشو ایجاد میکنیم. اینو من بالاتر در آوردم. ببینید اینم به این صورت. حالا هر چقدر که خودتون دوست دارین بزرگی و کوچیکی اون چشمتون باشه به این صورت کوک میزنیم. با رنگ دیگه حالا از یه گوشه‌ای میبریم داخل و وسط این 2 تا چشم براش حالت دماغ ایجاد میکنیم. حالا شما اگه نخ نارنجی داشتین، برای حالا چون این حالت آدم برفیه، اگه نخ نارنجی داشته باشین قشنگ تر میشه این دماغش. یه چند تا حالت کوک بزنید یکم دماغش برجسته بشه و دیگه حالا نمیدونم خیلی از تزیینات دیگر رو میتونین به سلیقه خودتون براش انجام بدین. مثلا با نخ قرمز یا مشکی واسش دکمه بذارین، واسش دست طراحی کنین و بدوزین. دیگه خیلی کارهای دیگر رو میشه انجام داد. که ببینید من برای این عروسک دست و پای جدا بافتم، چسبوندم، هویج براش بافتم. دیگه این تزییناتش سلیقه‌ایه، یا اینکه مثل این خیار کاملا ساده بافته بشه. امیدوارم که دوست داشته باشین این آموزش رو ببافین و لذت ببرین و مثل همیشه از منم حمایت کنین. مرسی که همراه هم هستین. بچه ها بیاین از این عروسک‌های تق تقی ببافیم.